دوستای عزیز، من دعوای حافظی ندارم. راستیگه من نمیخوام که خودم رو حافظ معرفی کنم. تنها میدونم همون درد غریبی رو، عذاب و جزا و مشقت ها، همون خستگی های شما رو میدونم. مادرها رو یاد میکنید، مادر جان ها رو یاد میکنید. با عزت و حرمتی همون مادرهای عزیز شما ما میخواستم یک سرودی مادر رو زمزمه کنم. اگر نتوانستم عیب نکنید، زیرا من گفتم من نواربردار هستم، حافظ نیستم. رفتیم اکا. در نزد اکای عباس اتیام اسپورت. یا ای مادری غم دیده من، گل آرزوی خود ناچیده من. یا ای مادری غم دیده من، گل آرزوی خود ناچیده من. بس غمهای دنیا را چشیدی، عذابهای ز بحر ما کشیدی. بس غمهای دنیا را چشیدی، عذابهای ز بحر ما کشیدی. ایا مادر، 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 ایا مادر. گلی رویت مهی تو بنده باشد، ایا مادر لبت پرخنده باشد. گلی رویت مهی تو بنده باشد، برای ما زحمت ها کشیدی، و پایت سر نهم ارزنده باشد. برای ما زحمت ها کشیدی، و پایت سر نهم ارزنده باشد. ایا مادر، 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 ایا مادر. دعای مادران بی حیات است، همان هشداری راهی نجات است. دعای مادران بی حیات است، همان هشداری راهی نجات است. خدا را شکر
که داره مادری غمخوار و دلسوز خدا را شکروی هر شب و روز که داره مادری غمخوار و دلسوز ایا مادر 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 مادران زنده و سلامت باشند، به پایشان خار نخرد، عمرشان دراز باشد و رزقشان فراز باشد. دعاگوی ما فرزندان باشند. عزیزان دل، مادرهای خود را احتیاط کنید تا بعدا پشیمان نگردید.